داغدار شدن آریانا سعید و اسیب که اصلا باورتان نمی شود در کشور ترکیه. آریانا سعید چی عضوی از فامیلش را از دست داده است؟ گریه های جانسوز اسیب سعید، اما چرا؟ آریانا سعید در کشور ترکیه مصروف چی کار باری است؟ دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور، محبوب و سرشناس هنری افغان بوده است. شهرت و محبوبیت آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است. علاقمندان آریانا سعید بالخصوص در کشور تاجیکستان بیشمار بوده است. وی کنسرت‌هایش را همه ساله برای دوستداران و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان برگزار می کند. آریانا سعید دوست دارد بیشتر اوقات برای دفاع از حقوق زنان افغان آهنگ بسراید. آریانا در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخت. وی در کشور ترکیه زندگی می کند و کاروبار تجاری آریانا سعید در ترکیه می باشد. اما این روزها در محفل خوشی هموطنان افغانش در سرتاسر جهان اشتراک می کند. آریانا سعید چند قبل تصاویر غمبار خودش را در صفحه اینستاگرامش به دلیل وفات یکی از دوستانش در صفحه اینستاگرامش نشر کرد. اما تا کنون واضح نیست آریانا سعید چی عضوی از فامیلش را از دست داده است. ولی دیر می شود آریانا سعید دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ‌های آریانا سعید خواهیم بود. آرزوی موفقیت، سعادت، کامیابی برای این هنرمند با استعداد و موفق کشور خود از بارگاه عزت الله عزال استدعا داریم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر همه شما خوبان را به علای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.